تحقیق من نشان داد که در تاجیکستان خانواده هنوز هم یک نهاد فوق‌العاده مهم برای مردم است. از بس که موضوع اساسی تحقیقات من نگاهبین اعضای خانواده بود، من دریافتم که در تاجیکستان مردم برای تامین آینده خوب در عائله به همدیگر بسیار تکیه میکنند. عین چیز در زندگی روزمره هم دیده می شود و اعضای خانواده با کمک مالی و اجتماعی و روانی و با تکیه به همدیگر زندگی را پیش میبرند. مثلا والدان برای بزرگ کردن و تحصیل فرزندان سرمایه‌گذاری میکنند تا در آینده فرزندانشان آنها را نگهبانی نمایند. آنگونه که شما دیدید بسیاری از مردان تاجیک در روسیه هستند، زنها نیز در خانه با بچه ها تنها. که بیشتر عذاب میکشد، زن یا مرد؟ Yes, exactly. You framed it both. واقعا شما درست گفتید، هر دویش عذاب میکشند. برای هر دو طرف مشکل است، هم برای مرد و هم برای زن. هر دو طرف وضع مشکل دارند ولی اذیت‌های کاملا گوناگون. وقتی خانواده میگویم زن و شوهر رو در نظر داریم. وقتی شوهر میرود هم او و هم زوجه از نظر روانی عذاب میکشند و باید راههای تحمل دوری از هم دیگر را پیدا کنند. زوجه در خانه باید به نگاهبینی فرزند، کار خانه و سرابانی خسر و خوشتامن مشغول شود و شوهر در روسیه کار میکند تا به آنها پول بفرستد. هر دو طرف رنج میکشند و باید راههای ارتباط با هم دیگر را پیدا نمایند. حالا اینترنت و اسکایپ و تلفن‌های هوشمند به جفتای جوان کمک میکند که از راه دور با هم در ارتباط باشند. به فکر من برای هر دو مشکل است. به نظر شما سه مشکل اصلی زنان تاجیک کدام هایند؟ سه مشکل اساسی زنان تاجیک به نظر من دسترسی کم به کار با معاش خوب است، دوم اجرت کاری و مشکلات آن برای زندگی عائله است و هم قیمت بلند تحصیل در دانشگاه عالی در تاجیکستان می باشد. به فکر من همین سه مشکل اساسی زنان در تاجیکستان است. ما بسیار شنیدیم که درباره زنان تاجیک میگویند بسیاری از آنها با وجود تمام سختی هایی که میکشند میگویند که خوشبخت هستند. آیا همین گفته واقعیت دارد؟ Yes, I think so. I think most بله، به فکر من چنین است. واقعا من وقتی در تاجیکستان بودم همین چیز مرا همیشه تحت تاثیر قرار میداد که مردم چگونه خود را خوشبخت احساس میکنند. میدیدم که وقتی زنان در بین اعضای عائله و دوستان هستند بسیار خوشحالند. با نظر داشت شرایط سخت زندگی و عین زمان خود را خوشبخت احساس کردن آنها واقعا مرا تحت تاثیر قرار میداد. البته در زندگیشان مشکلات پیش می آید، شاید عضو خانواده میفهمد، این گونه حالت ها هستند، ولی در عموم مردم میخندند، از پس زندگیشان هستند و به آینده بسیار خوشبین به نظر میرسند. و آخرین سوال، شما در مدت تقریبا یک سالی که در تاجیکستان بودید چیزی از زنان تاجیک آموختید؟ اول پختن خوراک‌های تاجیکی را یاد گرفتم. دوم اینکه خانواده یک چیز بسیار مهم است و برای شما در زندگی شادی زیاد و امید و امنیت می‌آورد. ضمن تحقیقات من ارزش این را فهمیدم. من از زنان تاجیک پختن خام شوربا، البته آش و منتو را یاد گرفتم. آماده کردن گل منتو مرا واقعاً به حیرت آورد. من هیچگاه چنین منتو را ندیده بودم. تشکر. سویتلانا تارنو مردم شناس آلمانی بود که از طریق اسکایپ از شهر هایدلبرگ درباره ساختار خانواده‌های تاجیک و نقش زن در آن با ما صحبت می‌کرد. Thank you very much.